خب سلام و درود دوستان. امروز میخوایم با هم چالش فیزباز رو انجام بدیم. یه چالش بسیار خوب برای کارشناسی آماتوره. اه، توش همه چیز راجع به ایف الس و الس کاملا باید درست متوجه شده باشید. ترتیب کد یه ذرم فور لوپ توش داره. بریم که داشته باشیم. اول از همه تو ویدیو قبلی هم گفتم از فیزباز چی کار میکنه. از بازه 0 تا 100 هر عدد بر 3 بخش پذیر بود به ما بده فیز، هر عدد بر 5 بخش پذیر بود بده باز، اگر بر 15 بخش پذیر بود بده فیز باز، اگر هم نبود خود عدد رو پرینت کن. پس چی می نویسیم اینجا؟ می نویسیم for number in range 0 تا 100. فقط یادتون باشه توضیح دادم که اولی اینکلوسیو خودش حساب میشه، دومی اکسکلوسیو خودش حساب نمیشه. یعنی عملا بازی 0 تا 99. بهتون نشون بدم print number. ببینید دوستان این تا 99 پرینت میکنه. پس اینو باید بذاریم 101. اینجا میخوایم بهش بگیم اگر بر 3 بخش پذیر بود، پس باید ایف بنویسیم. میگیم ایف نامبر ما، عدد ما، ماژول 3 مساوی 0 بود، یعنی اگر این عدد بر 3 بخش پذیر بود پرینت کن فیز. این از این برای بخش پذیریش. دوباره می‌نویسیم else if اگرچه نامبر بر 5 بخش پذیر بود پرینت باز. else if اگرچه نامبر بخش پذیر بود بر 15 پرینت کن برای من فیز باز. پرینت کن فیز باز. اگر چیز دیگه ای بود، یعنی عددی بود که شامل این شرایط نمیشد، خود عدد رو برای من پرینت کن. ببینیم چجوری میشه. ببینید دوستان ما هر اینجا یه دونه فیز باز هم نداریم. برای چی؟ همونجور که توضیح دادم نوشتنه. ترتیب کد خیلی مهمه. اینا چجوری کار میکنه؟ به ازای هر عددی که توی این باز است این کد رو چک میکنه. اگه کاندیشن این ساتیسفای نشده بود یا اکسیکیوت نشده بود بعد میره بعدی. ببینید عدد مثلا الان 15 باید فیز باز باشه، خب ولی ببینید نوشته فیز. ببینید 15 هم بر 3 بخش پذیره هم بر 5. پس باید ببینید چیکار کنیم. بیایم اینجا جای اینو با این عوض کنیم که اینو اول ببینیم. بیایم اینو به جا 15 بذاریم 3 و باید درست شده باشه. الان فیز. بریم از اول بریم نگاه کنیم. عدد 3 و فیز باشه، 4 باید نورمال باشه، 5 میشه باز. 15 رو نگاه کنید الان شده فیز باز. الان درست شد. آره این بود چالش فیز باز. خیلی چالش خوبیه، خیلی پرکتیکاله، خیلی کاربردیه. امیدوارم لذت برده باشین از این ویدیو و تا درودی دیگه. بدرود.